سلام، امروز اومدم که فیلمی از هالووین آمریکا درست کنم و چیزایی که توی خیابون بینم و بهتون نشون بدم. توی آمریکا چیزی که معروفه اکثرا میذارن دم خونه‌هاشون کدو تنبله. کدو تنبل رو توشو خالی میکنن و باش شکلک درست میکنن. مثلا اینا مدلای بادیشن یا پارچه میزنن به درخت، اینا رو میگه. اونا رو توش خالی میکنن و به اون شکل در میارن. این یک سگ الکیه که چشمش پشتش نور پردازی شده و اینجوری درستش کردن و گذاشتنش اینجا. خیلی هم قشنگ. چیزای دیگه هم که زیاده اینه که روی بوته ها تورای عنکبوت میکشن که الکی البته. و اینا هم اسکلت مصنوعی و قبرها. این هم یک نمونه دیگه از اون اسکلته که توی چشمشون نور میذارن که روشن بشه. اینم زامبی و کدو تنبل بادیه. از اینا زیاد داره. کدو تنبل از همه بیشتره. اینجا هم عنکبوت و اسکلت و روح و چیزای مختلفه. پاییز هم مثلا پاییز خیلی قشنگ شده درخت ها. ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. اگه به این ویدیو علاقه دارین لطفاً کانالم سابسکرایب کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین.